سلام بچه‌ها، من استاسم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز داخل این ویدیو اومدیم سراغ یه گیم آرامش بخش. بابا باریکلا. بله، اومدیم سراغ یه گیم آرامش بخش. بله بنازم آقا، بنازم دیگه. خودتون دارید میبینید گیم آرامش بخش رو و اینکه برو بریم سراغش. لیتس گو. اوکی. بله میبینید دیگه، اینجوری سورپرایزتون میکنه. البته الان خب آموزشیشه، ولی به هر حال دیگه گیمیه که خیلی آرامش بخشه و اینکه ممکنه از این آرامش بسیار ما گوشیمون رو بشکنیم. میبینید میخواد سورپرایز کنه آدم. کلا حرکاتش قابل پیش بینی نیست و اینکه میبینید دیگه. میبینید خب چرا واقعا چرا میبینید؟ خودتون دارید میبینید. ببین آخه خداییش چرا خب آجی، واقعا نمیدونم چرا اومدم دارم اینو بازی میکنم. این همه گیم، آخه قحطی گیمه. چرا خوب دارم اینو الان بازی میکنم؟ مهم نیستش آقا، مهم نیستش. برو بریم. اوکی ببین الان آجی اصلا حرکاتش قابل پیش بینی نیست. یعنی طوریه که هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته، هر چیزی. بنازم دیگه. قلقش اومده دستم، خوشگل قلقش اومده دستم. برو بریم. مرحله اصلی تازه الان داره شروع میشه بچه ها. یعنی تا الان فقط آموزشیش بود، الان تازه داره شروع میشه. اوکی خب نمیخوای بیای؟ اوکی نه، انتظار داشتم بخواد دوباره سورپرایزمون کنه، ولی خب اتفاق خاصی نیفتاد دیگه، خدا رو شکر. این یکی هم انگار چیزی نیست. خدایا چرا واقعا؟ بله میبینید دیگه، میبینید. وای چرا؟ خب دیگه این یکی دیگه راه. خدا شکر. طبیعتا باید این ور بریم. اوکی بابا خب چرا با من تو پدر کشتگی خب چرا این کارا رو میکنی ناموسن؟ بابا عجبا. اوکی آقا، من هر جوری شده این بازی رو تمومش میکنم. اصلا مهم نی. حتی ممکنه گوشیم بشکنه آجی از فشار زیاد. خب بله، دوباره میخواد سورپرایزمون کنه. اوکی دیگه این یکی. خدایا پس اون سوراخ اونجا واسه همینه. اوکی به هر کاری هم کنی من تو رو تمومت میکنم عزیز دلم. اوکی برو بریم دیگه، راحته. امیدوارم سوراخ تلفن سبز نشه. اوکی برو بریم. تازه میام داره شروع میشه، تازه اول کاره. برو بریم. خب الان نمیخواد سوراخ رو تغییر بده. خب چرا واقعا؟ سازنده این بازی میخوام بدونم هدفش از ساخت این بازی چی بوده. الان نمیخوای یه سوراخی چیزی زیر پا یعنی ما خودمونم نریم توش، این میاد ما رو هول میده توش اصلا. و اینکه پرشامون اصلا نمیرسه اونور. خب یزید نه چرا میرسه؟ اوکی و از اونجایی که من از اونور برم طبیعتا میخواد غافل گیرم کنه، پس من میپرم توی این سوراخ. خب نه اینگو واقعا باید از همون ور میگه یا خودت برو یا میندازم تاجی. چرا؟ بچه حالا نمیدونم شما متوجه شدید یا نه، هولم داد. خدایا. خب الان چه سورپرایزی داری برامون؟ من از اینجا خب چجوری رد شم الان یزید؟ اوکی خب
خب این یعنی چی؟ خدایا. اوکی کم کم دیگه داره قلقم میاد دستش. ببین باید مسخره ترین کاری که میتونیم رو انجام بدیم، چون این اصلا کارایی که میکنه اصلا اونی نیست که آدم انتظار داره. بابا خب چرا وای حاجی فشار چیه، دارم میرقصم. اوکی هستش اصلا میگم دیگه گیم کاملا آرامش بخشه دوستان عزیز. کسی که افسردگی داره باید بیاد اینو بازی کنه. اوکی دیگه میگم دیگه قلقش اومده دستم، فایده ای نداره این کارای داشتمون. میبینید بله کاملا منطق. خدایا خب چرا؟ اوکی ببین الان خب من اینو الان چجوری ردش کنم یزید؟ من اینو الان چیکار؟ الان مثلا نمیره عقب. بیا پس چرا نمیره پایین؟ آها حاجی اون بالاییه رو بگیرم این میفته پایین. اوکی منو باش. به این یکی هم پس طبیعتا زیر پامون چیزی هست. بله چیزی اوکی بچه ها اوکی مامانم زنگ زد ولی به هر حال برو بریم. چرا بابا الان مگه زیر اون سکه چیزی نبود؟ پس چرا جلوترشی چینی؟ آها فقط زیر سکه ها چیزی هستش. اوکی تازه میخواست سکه هم بکشه اینور، من خودم چیز کردم یا اول فصل. اوکی نباید به این سکه ها بخوریم. بذار اینم الان این بالایی هم همین جوریه. بله این هم همین جوریه. اوکی پس به این سکه ها نباید بخوریم. به این سکه ها چرا اینجوری شد؟ اوجی اوکی تازه داره شروع میشه اصلا. والا چرس کنم. بچه دکمه ها برعکس شده، یعنی من دکمه سمت چپیه رو میزنم میره راست. خب چرا بابا؟ خدایا الانم برعکس دکمه ها. بله دکمه ها هنوز برعکس و اینم که کلن برای ما سورپرایز داره، یعنی از هر جاش یه سورپرایز میباره. اوکی دکمه ها برعکس شده. الانم برعکسه. بله هنوز برعکسه. و این که اوکی این اولی دو آجی وایسا ببینم چرا نرفت بالا پشمام حاجی. بچه فهمیدید؟ وای اون دکمه پرشو که من میزنم اون پرش من نیست، اینو که میزنم اینا میرم بالا. خدای اصلا کلا واقعا نمیشه پیش بینی کرد. یعنی الان من اینو بزنم این میره بالا. اوکی منطقیه میره بالا. این از کجا در اومد بابا؟ مگه 3 تا نبود؟ 4می از کجا در اومد؟ پس یه دونه دیگه هم دارم اونجا. اوکی برو بریم. هی داره سخت‌تر میشه، هی فشار بیشتر. الان هنوز بابا خدایا بابا چرا؟ خب چرا این کارو میکنی با من؟ چرا واقعا قصدت چیه؟ اوکی الانم طبیعتا میخواد این سوراخ‌ها رو جابجا کنه فکر کنم. بابا بچه ها دیدید؟ البته خب شما که نمیبینیم این هولم میده حاجی، هولم میده عقب با یه چیزی، بعد که هولم میده اون جهت هم عوض میشه. الان هم دوباره هولم داد. هول که میده یعنی مثلا اگه برعکس دکمه ها، نمیدونم درک بکنید چی میگم، برعکس دکمه ها درست میشه. ببین هولم میده. خب ببین قلقش اومد دستم. ببین اینجوری میری بعد میای اینجا. اوکی الان دکمه ها درسته. خب اینجا میای میپرین دوباره برعکس شد. دوباره خدای شکرت. قلقش اومد
دستم. اوکی برو بریم دیگه. این آخریشم میرم و دیگه تموم. و اگه خوشتون اومد بچه‌ها ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو هم ساب کنید. شاید برای شما چیزی نباشه ولی خب یه حمایت خیلی بزرگی از من. و اگه خوشتون اومد پارت بعدش هم میریم آقا، چرا که نه، میریم و بیشتر فشار میخوریم. و اینکه خلاصه بریم مرحله بعد. اوکی این یکی چی گذاشته برامون؟ بله خدایا بس. وای الان باید روی این وسطیه وایسا. کی تموم میشه آجی؟ کی این مرحله تموم میشه من خلاص بشم؟ واقعا خسته شدم. چرا اینجوری شد؟ خب الان بذار دوباره نمیره. اوکی اشکالی نداره. خدا بابا چرا هول میده؟ خب الان وای خدا بابا نمیرسه پرشام اونور. بچه پرشام کمه ببینید، نمیرسه پرشام. بذار ببینم اگه برم عقب چی؟ خب چرا پرشام بلند شد؟ بچه رفتم عقب پرشام بلند شد. اوکی فهمیدم باید صبر کنیم این تا یه دور بچرخه یا باید بریم عقب. الان که بریم آها بنازم. اوکی خب این یکی چه سورپرایزی برامون داد؟ یا خدا چرا اینجوری؟ آها میره پایین. بله منطقیه. اوکی فهمیدم. و تمام دیگه. فکر کنم مرحله آخرش بود. داره نه هنوز نه. یا خدا یکی میاد. بابا کرم داره به خدایا. هی یه بار دیگه این سری دیگه میرم. ببین میسیم و تمام. اوکی این دیگه چیه؟ یا خب دیگه این که راحته. الو باید رو دومی بابا سومی وایسادم به جا دومی. اوکی اصلا قابل پیش بینی نیستش آجی، خیلی بده. و اینکه بچه دیگه کافیه. اگه این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل ما رو ساب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید. یه حمایت خیلی بزرگی از من، شاید به چش شما نیاد ولی در کل. و اگرم خوشتون اومد تو کامنت ها بگید که پارت بعدش هم بریم، چون تازه باس فایتش مونده آجی. اونجا ببینید باس فایتش مونده و اینکه دهنمون سرویس. خلاصه امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه خدافظ.